شما جزو گروه انتخابی ما هستین. به 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 چقدر خوشحالم که انتخاب شدید شما. وحید هستم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من توی ایران یه چند وقتی با چند تا استاد کار کردم، کار آواز کردم و الانم در خدمت شما هستم. آرزو جان، برای مسابقه‌ای که دادی، تستی که شرکت کردی، شما جزو انتخاب شده های ما هستی. نور دوربین حرکت. سلام، آرزو هستم. 15 ساله که تقریبا گیتار میزنم. سلام، من ارغوان هستم. از بچگی خیلی عاشق موسیقی و آواز بودم. سال پیش کلاسای گیتار رو شروع کردم و همزمان با اون حدود 2-3 دوره کلاسای پاپ و سولفژ رو گذروندم. خیلی خوشحالم که همچین بستری فراهم شد برای ما که حالا حداقل علاقه‌اش رو خیلی داشتیم ولی فرصتش پیش نیامده بود که خودمون رو نشون بدیم و واقعا متشکرم. سلام، من هلیا هستم. 14 سالمه. 8 سالی که پیانو میزنم و اینکه من خیلی عاشق موسیقی ام و دوست داشتم در محوطه موسیقی قرار بگیرم و باش آشنا شم. تا حالا موسیقی کلاس موسیقی آواز نرفتم ولی خیلی دوستش دارم و از خانم همیاری تشکر میکنم که همچین فرصتی در اختیار ما گذاشتن. آشنای درد خورشید سرد تو قلب سردش غمنونه کرده مهتاب عمرش در پشت پرده تا و سالش پاییز سرد شکیره هستم. حدوداً 1 ساله که دوره تخصصی آواز میگذرونم. فراخوان استعدادیابی کانون رو توی اینستاگرام دیدم و شرکت کردم. از داور تشکر میکنم که منو انتخاب کردن. امیدوارم که در آینده اتفاقات خوبی بیفته. مرسی. بنوس هستم. همیشه علاقه شدیدی به خوانندگی داشتم و از کانون همیاری ممنونم که این موقعیت رو فراهم کردن. همیشه هست که از عمر نگاه پیداست، از اون حرفای تلخی که مثل شعر فروزیاست، از اون حرفا که یک عمر به گوش ما شده ممنون، از اون حرفا از اون حرفا که میترسیم، از اون حرفا که باید زد، از اون درد دلای خون، از اون حرفای خیلی بد نگفتی و نمیگم ها، حقیقتهای بمونی، از اون حرفا که میدونم، از اون حرفا که میدونی به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم، به زیر سقف